سلام بچه‌ها، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. با حال خوب این کلیپ رو ببینید. قراره توی این کلیپ ما جمع و تفریق کردن عددهای صحیح رو با هم دیگه یاد بگیریم. عددهای صحیح که شامل عددهای مثبت، عددهای منفی و عدد صفر میشن. یه توضیح کوچیک که قبل از اینکه من نوشتن رو شروع کنم بهتون بگم. ببینید اون جمع کردن یا اون منها کردنی که توی ابتدایی خوندید که این نماد جمع کردن بود و این نماد منها بود، هر جا اینو دیدیم باید یه سری چیزا رو به هم دیگه اضافه کنیم، این به علاوه است. هر جا اینو دیدیم ما باید از هم دیگه کم کنیم همین چیزو، اینو بریزیدش دور کامل. جمع کردن اینجا توی اعداد صحیح که حالا توی کتاب 3-4 تا روش اومده گفته که به نظر من گیج میکنه بدتر بچه‌ها رو. یه روش ما میگیم همه جا هم کاربرد داره، همیشه هم میتونید از این استفاده کنید. این جمع کردنی که من امروز میخوام بهتون بگم، منظور از جمع کردن اون جمع شدن، مثلا مثال سادهش رو بخوام بگم دور همی، یا مثلا چند تا رفیق دور هم جمع میشن، اینه. عددهای منفی، مثبت، همه اینا قراره جمع بشن با هم دیگه. خب پس تفریق کردن حالا چیه؟ ما کلا چیزی که داریم میگیم همون جمع کردن و تفریق کردن همه شاملش هست. این علامت جمع یا به علاوه است یا مثبت، این منفی یا منهاست یا تفریق، چیه بالاخره؟ شما هر چی میخواین اینو در نظر بگیرید در نظر بگیرید. حتی یه چیز دیگه هم به این اضافه شد امسال، ما یاد گرفتیم که این قرینه هم هست، بالاخره منهاست، منفی یا قرینه است. همه اینا رو توی این کلیپ توضیح میدیم. من تخته رو پاک کنم، فیلمو نگه میدارم، تخته رو پاک میکنم و با چند تا مثال ساده شروع میکنم و بعدش میریم سراغ مثالای کتاب. چند تا مثال من نوشتم بچه‌ها، میخوام با شکل اینا رو براتون توضیح بدم. توی کتاب دایره های سیاه و سفید کشیده. من همونطور که اولی کلیپ نوشته بودم اینجا کشیده بودم، از رنگ سبز برای عدد مثبت و رنگ قرمز برای عدد منفی دارم استفاده میکنم اینجا. البته باز تاکید میکنم، ببینید چیزایی که کتاب نوشته همه اینا پرانتز دارن، بین پرانتزها منفی هست، مثبت هست. من اینا رو میگم، بعدش مثالای بعدی رو گوش کنید همه رو یاد خواهید گرفت. فقط اگر میخواید یاد بگیرید کلیپو تا آخر وقت بذارید ببینید. فوق العاده مهمه این بحث، این فصل فوق العاده مهمه. اگر یاد نگیرید شما تا آخر اون توی ریاضی لنگ میزنید. خیلی ساده است اما خیلی خیلی مهمه. مثبت 3 مثبت 5 یا مثبت 3 به علاوه 5، بالاخره کدومه؟ هیچ فرقی نداره شما چی میخونید. اینجا 3 تا عدد مثبت داریم، اینجا هم 5 تا عدد مثبت. نگاه کنید، 3 تا عدد مثبت و 5 تا عدد مثبت. سبز گفتم من دارم ازش به عنوان عدد مثبت استفاده میکنم. خب این مثبت ها کنار هم دیگه جمع میشن مثل چند تا رفیق با هم دیگه شدن 8 تا. پس جواب ما میشه مثبت 8. تا اینجاش با همون چیزی که توی ابتدای یاد گرفتیم فرقی نداره. منتها مثالی که اینجا نوشتم ببینید، 2 منهای 8. توی ابتدایی به ما میگفتن، حالا با اون مثالای میوه ها و نونم سیب فلانی، اینقدر 2 تا سیب داره مثلا یه دونه‌شو میده به داداشش، الان چند تا سیب داره، یا با انگشتا حساب کنید. الان اگر یه بچه دوم سوم ابتدایی بخوام من اینو بگم 2 منهای 8، 2 تا دارم 8 تا ازش کم کنم، همچین چیزی امکان نداره. ولی ما منفی مثبت رو خوندیم، میدونیم قضیه چیه. اولا 2 وقتی علامتی نداره بچه‌ها، شما یادتون باشه علامت یعنی علامتش مثبته. حالا میخوام ببینم اینجا چه اتفاقی میفته. مثبت 2، 2 تا عدد مثبت. بهترین مثالی که میشه زد مثال جنگ و سربازای جنگی هن. مثلا دوست و دشمن. منفی 8 یعنی 8 تا منفی. چه اتفاقی میفته اینجا؟ ببینید اینا اگر جمع شن، جمع شدن یعنی فکر کنید مثلا یه جا دور هم جمع شن. گفتیم مثبت ها با منفی ها دشمنن. چه اتفاقی میفته؟ هر سرباز مثبتی یه سرباز منفی رو از بین میبره، خودش هم میمیره. هر سرباز مثبتی یه سرباز منفی رو از بین میبره، خودش هم میمیره. چی برای ما موند؟ 1 2 3 4 5 6. 6 تا سرباز منفی باقی میمونن، منفی 6. حالا این 4 تا مثال من شکل میکشم براتون و اگر یاد بگیرید دیگه شکل کشیدن لازم نیست. شاید عددها زیاد بودن، بزرگ بودن ببخشید، و تعداد اصلا زیاد بود جمع و تفریقات. چی کار کنیم؟ ببینید منفی 4 مثبت 7. شما اینو منهای 4 بخونی، اینو میخوای قرینه 4 بخونی، اصلا مهم نیست. اینو منفی 4 میخوای بخونی، مهم نیست. این به علاوه 7 یا مثبت 7 یا به علاوه مثبت 7. گیج نکنید خودتون رو با این چیزا. من یه منفی 4 میبینم یعنی 4 تا سرباز منفی میبینم و 7 تا سرباز مثبت
1 2 3 4 5 6 7. چیزایی که کتاب گفته به جمع تبدیل کنید، نمیدونم تفریقا رو فلان کنید. ما این روشی که بهش که داریم درس میدیم، من بهش میگم روش بدون پرانتز. همه پرانتزها رو تکلیفشون رو روشن میکنیم. حالا اینجا پرانتزی نیست، تو مثالهای بعدی میبینید. بعد به جواب میرسیم. هر سرباز منفی یه مثبت رو از بین میبره، خودش هم میمیره. به این شکل چی برای ما میمونه؟ 3 تا سبز، یعنی 3 تا سرباز مثبت. پس جواب این میشه مثبت 3. خیلی ساده بخوایم بگیم مثبت‌ها تعدادشون 7 تاست، اینا 4 تاست منفی‌ها تعدادشون. زور مثبت‌ها بیشتره. ولی این 4 تا منفی 4 تا از اونها رو از بین بردن، همونطور که دیدید. 3 تا مثبت موند. بعدی منفی 1. یعنی یه سرباز منفی. منفی 6 یعنی 6 تا سرباز منفی. خب اینا با هم دیگه اگه جمع بشن یه جا، هیچی دیگه، دور همن دیگه، رفیقن با هم، کشت و کشتاری هم نیست و جنگی هم بینشون نیست. میشن 7 تا سرباز منفی. جواب اینجا میشه منفی 7. خب من میخوام کار در کلاس کتاب رو بنویسم. بعد از این فیلم رو نگه دارم و کار در کلاس های صفحه 17 و صفحه 18 خیلی مثال های خوبی داره اونجا. قاطی پاتی اونا رو مینویسم با ترتیب، نه صفحه 17 رو 18 رو میخوام اونا رو بنویسم با این روشی که یاد گرفتیم. پرانتزا رو چی کار کنیم؟ اگر پرانتز داشت چی کار کنیم؟